منصبداران ایالات متحده آمریکا و اروپا وعده دادند که مسئولان حمله کیبرنتیکی هفته گذشته را که نظم و ثبات شبکه‌های اطلاعاتی سراسر عالم را به هم زده است به جوابگویی می‌کشند. به قول آنها مقیاس واقعی این رخنه روز دوشنبه با آغاز هفته نوی کاری واضح می شود. کارشناسان امنیتی تخمین می کنند که شکل نوی ویروس پولستان به شبکه‌های اطلاعاتی هم حمله خواهد کرد. سرایت ویروس واناکرای روز جمعه آشکار شده نزدیک 200,000 کامپیوتری بیش از 150 کشور عالم را زیر ضربه قرار داد. قربانی های حمله باید صدها دلار پرداخت کنند تا دوباره کامپیوترهایشان فعال شده به بایگانی اطلاعاتی دسترسی پیدا نمایند. استاد دانشگاه گوانچی چین هو چینکن میگوید یک دانشجوی کامپیوترش را باز کرده در آنجا به جای نسخه کار دیپلمی اعلانی را دید که از او برای دسترسی به اطلاع کامپیوتر پول طلب میکرد. اطلاعی که در برنامه‌های وارد، اکسل و پی پی تی نگهداری می‌شوند و همچنان عکس‌ها می‌توانند بسته شوند. صاحبان کامپیوترها مجبورند که به حیث پاره پول پرداخت نمایند. سپس مسئولان حمله به آنها کلید بازنمودن بایگانی کامپیوتر را می‌دهند. برای یک دانشجویی که رساله علمیش را پیدا کرده نمی‌تواند، این ضربه جدی است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ به مشاور امنیت داخلی توم بیسرت دستور داد که تهدید را در نشست اضطراری بررسی کنند. حمله روز جمعه تصادفاً از طرف یک شرکت اطلاعاتی بریتانیا برطرف کرده شد، اما کارشناسان و پلیس اروپا هشدار می‌دهند که این دوا موقتی است و حمله می‌تواند تکرار شود. فعلا شرکت‌های بزرگ شبیه پچت آمریکایی فیدکس، شرکت ماشین سازی نیسان، شرکت راه‌های آهن آلمان و صدها شفاخانه بریتانیا زیر تأثیر حمله قرار دارند.